گفتیم ما چند تا تظاهرات در سال 2020 داشتیم. او را من دونه به دونه برای شما نامگیر کنم. فرق از بین تظاهرات از راهپیمایی در چه ایران بدونین. هموطنان عزیز، تظاهرات دیگه از راهپیمایی دیگه. مثلا تظاهرات اعتراض میکنی، میبروی از نمیدونم حق خودت، از یگان قانون، از یگان مشکلاتت اعتراض میکنی، شکایت میکنی، صدا میکنی. راهپیمایی به خاطر دفاع از یک نفر. من مثال میارم، این همی جشن روز پرچم 24 نوامبر، روز پرچم 16 نوامبر روز پرزیدنت و بعضی وقت همین روز عادی در یک ناحیه میبینی که بیرق‌ها و فوتو یا که همون عکس‌های رحمانوف در بغلشون، در بالای سرشون دفاع از رحمانوف گفته میبروین جوان‌ها یا که همون دانشجوها. اینا میگن راهپیمایی، دفاع از رحمانوف. و بعضی وقت میشود که راهپیمایی و تظاهرات در یک حالت قرار میگیره، در یک مکان، در یک وقت، در یک زمان عملی میشود. مانندی که ایشم یک مثال عادی بیارم بفهمید. یک 3 ماه شد یا 2 ماه در فرانسه نو جاهل، نو بی سواد، بی مدنیت، بی فرهنگی رئیس جمهوری فرانسه برآمد تحقیر پیامبر ما و شما را کرد. در همین وقت انمو تظاهرات و راهپیمایی هر دش در یک وقت، در یک ساعت بگیم که چی شدن؟ عملی شدن در یک وقت. یعنی که برآمدن هم از پیامبر دفاع کردن، این میشه راهپیمایی، هم اعتراض کردن، این میشه تظاهرات. اینا فرق بین از تظاهرات راهپیمایی در این میاد. راهپیمایی دفاع یک نفر، تظاهرات اعتراض، شکایت، صدا. که در این وقتی پیامبر دفاع میکنن، مسلمان های جهان انا اینجا میبرن هم دفاع میکنن هم اعتراض میکنن. در تاجیکستان نکردن، تظاهراتی ساخته هم نکردن. برای رحمان میبرن پلاکت ها در دستا، شعارها، زنده باش پیشوای ملت، ما ایدم میریم گجای برای. برای پیامبر دفاع نکردن که از ما بگم تاجیکستان چند فایزش مسلمانای از 97 پایانش نمیفروریم. از 97 فایز 96 هم نمیتونن یا که 95 گفته. همین 97 فقط میگین. این احکام نمیشود. اما پیامبری که تمام بشریت از او فایده گرفته گید، تمام بشریت هدایتش از اون جمله مسلمانو دمو میره و میرسه سرچشمش. پیامبر نهیبت ما و شما گمراه بودیم. تظاهراتی که در 2020 شد تنها تظاهرات ها یا که میتینگ های خالص از جانب مردم، به یگان ساختکاری، به یگان بگیم تقلب فرشیوی میگیم که به یگان فرشیویگی. اولین تظاهرات 17 می 2020 وقتی که 13 می در ناحیه خراسان، من کوتاه میگذارم وقت زیاد نروه، باید کوتاه گپ زنیم برنامه تیزتر بود کنیم. 13 می وقتی که در ناحیه خراسان سیل اومد، آبخیزی اومد، مردمش در زیر آب ما ضرر دیدن، کسی به دادشون نرسید، مجبور شدن روی بختر دوشنبه قرغن‌تپه را بندن و این کارم کردن. تظاهرات 17 می کردن، تظاهرات مردمی. خب به دادشون رسیدن یک کمی هم باشه، اما 6 جوان بردن زندان کردن، او را باید آزاد کنید. شما ببینید تظاهرات برای باید میکردن اخیر، برای چی میبرین زندانشون میکنید؟ یکم تظاهرات. بعد از این 21 می 4 روز بعد در ولایت سوخت یک کارخانه چینی تظاهرات کرد، در اونجا حتی از آتش نشانی از سلاح استفاده کردن. اونا شهروندای چین بدن، تظاهرات کردن در داخل تاجیکستان ما و شما. شاید در بین اون تاجیکان بود، زیرا هر کارخانه‌ای که چینی‌ها کار میکنه در پهلوش یک دو تا بیچاره تاجیک هم کار میکنه. 21 ایون بود، می بود. بعد از او 24 ایون 2020 تظاهرات در بدخشان، روزی قتل یا که شهیدای خروخ تظاهرات کردن، اما رژیم یا که بعضی نفرایی را با رب دادن که یک ورزشگاه بود، یک میدانچه بود، همون را نکشیدن، تظاهرات برای او بود. این خیلی نبود. تظاهرات تنها به خاطر شهیدا بود. 12 سال 2012 24 ایون 2012 رحمانوف بمباران کرد خروغا. ایرا بدونین، میدونین. انا 24 ایون 2020 تظاهرات شد، جوان‌ها برآمدن
وایرا رژیم رد داد به یک میدانچه ورزشی که برای اون تظاهرات کردن. نه خیلی نبود. تظاهرات به خاطر شهیدای 2012 بود. بعد او 28 августи 2020 رحمانов در خروغ بود، در بدخشان بود. جوانهای ونج تظاهرات کردند در نزد حکومت نوحه ونج به خاطر ریشونا متروشن و ایران میگن که به ترتیب دروره بهانه میکنن. جوانها بود تظاهرات کردن، میتینگ کردن. اما ما شما بعضی اون میگن که در تاجیکستان میترسن بخیزن یک سپیچکا شوه. اینا میاره ما گفتم در این سال اخیر بود. ولی با میگن که غیر از اون که یک نفری اعتراض میکنن، ولی ما وش نمیگم نامش. یک نفری مثلا مثال عادی‌تر رئیس شهر سابق رئیس شهر کلاب اون برآمد در نزد دادگاه شکایت کرد، اعتراض کرد. یا شب ما ولی نگرفتیم نام. با تنهایی زیاد میکنن، با 5 نفر زیاد تظاهرات اعتراض میکنن. غیر از این تعدادی زیادتر گفتم که در رسانه ها بود و تاریخش هم گفتم که شما بدونین نوشتگی در رسانه هاست میتونه بدونین ببینین. این از سپیچکا میگن یا که مردم خیزی میگن اینا میخیزن میشوه. مانندی که نگاه کنیم ما 5 سال پیش نمیتونستیم گپ زدن، نه میترسیدیم بعضیمون نه که کم کمک زیاد چیز گپ زنی از نگاه کنیم خیلی از زیاد چیز دیگه ترس میره. همه خیلی همین تظاهرات همه خیلی کم کمک دیگه یک کاری عادی میشه. یگان عمل تروریستی دهشت افکنی نیست. در یک دولت شما میبینه شاهدین که میشه و یک مشکل آسان تری یک کاری عادی دم میخیزن تظاهرات میکنن. خب اینجا وقت زیاد نره یک چند مثال دیگه از منطقه میگم، از یعنی اطراف ما و شما. در قرقیزستان 5 اکتبر انتخابات پارلمانی بود. وقتی که حزب حاکم خودش غالب اعلام کرد مردم به میدان برآمد. بالاخره استعفا داد پرزیدنتش سوربان ژنبکوف استعفا داد و یک شعار هم ای خودش باقی مون، یک سخن تاریخی که من نمیخوام که در کرسی بمونم اما مردمم در خون آغشته شود. میفهمین نه گپ چی معنی داره؟ استعفا داد. 3 سال راهبری کرد. 3 سال. 25 اکتبر 2017 اومد، 15 اکتبر 2020 رفت. اینا ببینید پرزیدنت نو اومد. دیدین؟ تو قرقیزستان میتونن برای چی؟ برای الکی این راه قین نگذاشتن، مشکل را پس سر کردن. دیگه برای او کاری قین نیست و نمیترسن ای جنگ ای خون ریزی. میدونن که آیندهشون درخشانه. تظاهرات نباشه، میتینگ نباشه، آینده ما و شما درخشان نیست. تمام ملت دخل داره. همین موضوع ما همیه. تظاهرات، میتینگ راه نجات تمام انسان‌های روی دنیا است. ولی نه اشون ریشتراز وقتی مثال آورد اینجا جای او اسلام مثال آوردن نیست که من چند مثال بیارم. این گپش خطا. اعتراض کردن ای نگاه اسلام درست است. چند حدیث است، چند آیت است. ما وقتی درباره ریشتراز گپ زدم انا اونجا بعد آیات و حدیث ها رو میگم. در بلاروس ما و شما تظاهرات چید 7 اوگوست وقتی که انتخابات پرزیدنتی بود اینایی چی نام داشت؟ لوکاشنکو از سال 94 اومد دودای رحمانوف وقتی چپ پیروز اعلام کرد 82% مردمش برآمد تازه یو تظاهرات کردن میتینگ کردن. مردم بلاروس که انا مردم بلاروس هم مثل ما و شما بود. ای تظاهرات میترسیدن، اینم خیلی میدان برآمدن گردی همایی میترسیدن. یکی ندیدن یکم با کمی قیم بده فشار آوردن بالاشون. یعنی همون پلیس همون دیکتاتور. یکی بالاخره دیگه عادی شد هر روز یک شنبه قریب میبروین. و بغیر از این رئیس جمهوری همون بلاروسیا بازانو زد. دستا پیش بر بخشش پرسید که من میرم شما قرار بشینید من میرم یک روز نه یک روز. ببینید همین خیلی تظاهرات راه حل. تظاهرات راه حل. در ازبکستان یا تظاهرات خرد شده بود ماه ایون ده. همون تاجیکای قدیمی ما و شما بودن با شهروندان قرقیزستان جنگ کردن. تظاهرات کردن رئیسی سروزیر ازبکستان رفت بنازشون. همین خیلی تظاهرات وقتی میکنید شما خیلی نفهمید ولی پرزیدنت میگن در نظرتون گارین یک او با طرف شما نمیاد که سروزیر در پیش پاتون میاد زانو خطی میزنه التماس میکنه که بیان برای گفتشونه بیان التماس یا صحبت کنیم برای نمیدون این اخلاقتون میکنه شما نفهمید که او با 20 ماشین میره و وزیر یا که
با 80 ماشین پرزیدنت میرود تمام دیگه قد گپ زدن قینه این خیلی نیست او دپش کوش میا بازانو میزنه حاضر همین کارش این امروز کرد در همین سخنرانیش همین کارا میکنه ظالم میکنه شیطانی میکنه شما نمیفهمین بعضی ظالم همین سخندان میگن کو انا خیلی سخنش خیلی ظالیتون میکنه اینا در روسیه اینا دیدن چند روز اخیر یک راهبر مخالف نوالنی همه شما میشناسید 45 ساله 44 ساله این همون را بازداشت کردن مردمش به پا خست ما و شما را این خیلی تیار نیستیم که بعضی میگن که بیاین در وطن ما پشتونه ما تیار نیستیم خب در این جمعه زیادی بس صحبت نکنیم اگر زنگای تلفنی باشه اوید موضوع و فقط مختصرا از هموطنان خواهش میکنیم که فکر نظرتون اوید تظاهرات ما کی بکنیم و چگونه بکنیم ما باید پیش از تظاهرات کردن باید ما مدنیت فرهنگ ترتیب و آداب تظاهرات هم باید ما بدونیم و گوشزد کنیم به یک دیگر زیرا تظاهرات بعضی وقت میشه خیلی از جانب اساس دیکتاتور میشه که مردم میخوان با جنگ بکشن با ناآرامی که میدان ترک کنن از قبیل همی صحنه‌چه نوی که در خوجان کردن اونجا یک چیز هم میسوزونن این طرف پلیسا میان او را دستگیر میکنن در میدان وقتی برآمدی باید که تا نفس آخر تا مقاومت کنی بیستی که به پیروزی برسی